دولت مجارستان مهاجران خارجی را چندان خوش ندارد. نخست وزیر ویکتور اوربان آشکارا سیاست مهاجرت اتحاد اروپا را تنقید میکند و در خط سرحد کشورش پنجره کشیده است. در این کشور 120,000 خارجی کار میکند. تحقیقات رادیوی اروپای آزاد نشان میدهد که چگونه این قشر جامعه در نزد قانونهای مجارستان ضعف پذیر هستند. من در نزد یک کارخانه کلان در مجارستان ایستادم. کارگران این کارخانه در این خوابگاه زندگی میکنند. برای اینجا آمدن به یک شرکت قرغیزی هزارها دلار پرداخت کردند. برای اینجا آمدن 5700 دلار قرض گرفتم. از اینجا و آنجا پول جمع کردیم. 6 ماه انتظار ویزا بودیم. نهایت آمدیم و به این حال گرفتار شدیم. همه حیران مانده ایم. همه در یک وضع هستیم. مردم بیکار سیگار کشیده گشتند. از یکدیگر میپرسند که اجازه اقامت دارند یا نه. در شبکه‌های اجتماعی هم سوال درباره سند و اقامتی رسمی است. آنهایی که حجت دارند در فکر رفتن به کشورهای دیگر هستند. اکثر این کارگران گفتند فقط ویزه یک ماهه کار در مجارستان گرفتند و آن هم تمام شد و کسی پول هم به دست نآورد. کارخانه کارگری اسکا آن هنگری یک بخش از مجموعه کارخانه استحصالی عظیم است. مأموریت کارخانه به سوال رادیوی آزادی ایمیلی چنین جواب داد: اسکا آن هنگری با آژانسی های قراردادی همکاری دارد که کاری موقتی پیشنهاد میکنند. کاری تقریبا 600 کارگری خارجی را بازداشته است. اسکا آن هنگری به کارگران خارجی کار نمیدهد، آنها را کرایه میکند و پرداخت‌های کاری روزهای یکشنبه را از نظر حقوقی شرح نمیدهد. سازشنامه کاری این کارگران با شرکت الفا و وکس امضا شده است. خبرنگاران رادیوی آزادی در شرکت را بسته دریافتند. به زنگ‌های تلفن و هم ایمیل جواب نمیدهند. ولی در بشکک با شرکت صحبت کردند که کارگران را به مجارستان فرستاده است. یک دفعه 30 و دفعه دیگر 10 کس کارش را از دست داد. شرکت ها گاه ها ورشکسته می شوند. این خیلی حالت ها رخ می دهد. Аслан Саймудинов ҷавони дигари қирғиз моҳи мард шоҳиди барканориҳои калон дар ширкати Samsung Маҷористон шуд. اینجا غیرقانونی ها بسیارند. همین بوداپشت و مجارستان مثل مکزیک است، چون با استفاده از خاک آن مهاجران به امریکا می روند. آنها با ویزا وارد شده برای کار به پولشا و کشورهای دیگر اروپا می روند. حکومت وینگریا به درخواست رادیوی آزادی برای شرح این موضوع پاسخی نداد.